امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از خواجگی چرواپروری ذاتی گوشت جمعیت دارای مسئولیت محدود شیرین ربات واقع در دهه هزاره جماعت سرکشتی ناحیه رودکی بازدید به عمل آورد. خواجگی چرواپروری ذاتی گوشت در اساس دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون برای تامین فراوانی بازارهای استعمالی پایتخت با گوشت و محصولات گوشتی تأسیس داده شده است. گزارش خبرنگارانمان. امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از خواجگی چرواپروری ذاتی گوشتی جمعیت دارای مسئولیت محدود شیرین ربات که در دهه هزاره جماعت سرکشتی ناحیه رودکی واقع گردیده است دیدن نمود. خواجگی چرواپروری مذکور با مقصد تامین بازار استعمالی شهر دوشنبه با محصولات خوش‌صفت غذایی از جمله گوشت و با نرخ‌های دسترس به اهالی پیشنهاد کردن محصولات کشاورزی تأسیس یافته است. عین زمان در این خواجگی چرواپروری زیاده از 500 سر چروای کلان ذات‌های گوشتی انگوس، الیوکول، گریفیرد، سرسفید قزاقی و سیاه‌الو برای زیاد نمودن وزن پرورش می‌یابند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در خواجگی مذکور با شرایط پرورش و نگهبانی چروا و محصولات استحصالی خواجگی از نزدیک شناس شد. رهبران جمعیت دارای مسئولیت محدود شیرین ربات برای رئیس شهر دوشنبه اطلاع دادند که با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون که در جریان سفری کاری به ناحیه نورآباد روزهای 24-26 ایون سال روان به وقوع پیوسته بود، یک زمره کارها را به انجام رسانیدند. تأسیس خواجگی چرواپروری ذاتی گوشتی در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای ملت بابت تامین فراوانی بازارهای استعمالی پایتخت با گوشت و محصولات گوشتی صورت گرفته است. طور بر رستم امامعلی اطلاع داده شد، خواجگی چرواپروری مذکور با تشبث صاحبکار فیضعلی حاجیف در مساحت 4.8 هکتار تشکیل گردیده در آن امکان پرورش تا 700 سر چروای کلان فراهم آورده شده است. رئیس شهر دوشنبه ضمن بازدید از این خواجگی توجه خواجگیداران را بر در شرایط مطابق با طلبات معاصر جوابگو پرورش نمودن چروا از جمله تامین آنها با خوراک سرغذا، سریوق از معاینه بایطاری گذرانیدن حیوانات و دیگر مسائل مربوط به نگهبانی آن جلب کردند تا برای اهالی شهر دوشنبه گوشت و محصولات گوشتی با صفت پیشنهاد شود. ذکر شد که در خواجگی با مقصد پرورش با صفت چروا و به مشکلات پس سر نمودن فصل زمستان با مقدار ضروری خوراک چروا از جمله 2100 تن سیلاس جواری مکه و 38 تن دان آن، 20000 دانه تویبند کاه و 52 تن جو ذخیره شده است. اینچنین با شرکت اگرو ترید التدی جمهوری قزاقستان برای وارد نمودن 350 تن جو و 300 تن کنجوره آفتاب پرست شرطنامه به امضا رسیده است که واردات آن روزهای نزدیک برآمده می شود. مسئولین خواجگی مذکور برای رئیس شهر دوشنبه اطلاع دادند که در دایره همکاری با شریکان خارجی برای به جمهوری وارد نمودن ذات‌های گوشتی چروا قرارداد همکاری را به امضا رسانیدند. از جمله با شرکت صادراتی الگین جهت واردات 4000 سر چروای گوشتی با وزن‌های از 400 تا 700 کیلوگرم و با خواجگی دهقانی عظیمخان جمهوری قزاقستان برای واردات 1000 سر چروای کلان شاخدار ذات سرسفید قزاقی با وزن‌های 250-300 کیلوگرم شرطنامه بسته شده است. همزمان رهبران جمعیت دارای مسئولیت محدود شیرین ربات از حساب چروای خود کارخانه 50 سر چروای ذات سیاه‌الو را با وزن‌های از 150 تا 350 کیلوگرم به خواجگی انتقال داده است. رستم امامعلی در خواجگی مذکور از محصولات استحصالی این کارخانه که از نوع‌های گوناگون انواع شیری و گوشتی، روغن و عسل عبارت بود دیدن نمود. باید گفت که محصولات استحصالی خواجگی وابسته به طلبات بازار استعمالی و ذوق و خواهش مشتریان در ظرف‌های گوناگون حجم چوبی و شیشگی، پلاستیکی و همزمان در قوطی‌های علاهیده بسته‌بندی شده به بازار و مرکزهای سودا به فروش برآورده می‌شود. طور گفته شد عسل جمع‌آوری نموده زنبورپروران خواجگی با اینوبت گل و گیاهای منطقه کوهستان نورآباد دارای صفت بلند و خصوصیت‌های زیاد شفابخشی بوده طلبگاران زیاد دارد. این است که عسل و محصولات از آن آماده شده برای مهمانان و سیاحان در ظرف‌های از چوب شاهبلوط ساخته شده با وزن‌های 7، 15 و 20 کیلوگرم در ظرف‌های شیشگی و پلاستیکی با وزن‌های از 500 تا 1500 گرمی بسته‌بندی شدند. اینچنین برای مهمانان و سیاحان خارجی در برجامه‌های زیبای تحفه‌ای بسته‌های 1، 2 و 4 دانگی عسل و موم زنبور با وزن‌های از 500 تا 2000 گرم آماده گردیده است. رئیس شهر دوشنبه با مسئولین مربوطه پایتخت بابت به بازارهای پایتخت وارد کردن محصولات خواجگی و پیشنهاد آن به ساکنان و مهمانان شهر اینچنین ذخیره کردن مقدار ضروری محصولات دستور و توصیه‌های مفید داد. رهبران جمعیت دارای مسئولیت محدود شیرین ربات ابراز داشتند که از دستگیری و توجه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت پیشرفت فعالیت صاحبکاری رو بلند گردیدند. این اقدام هوسمندی آنها را افزوده در آینده تصمیم گرفتند که سرشمار چروا را بیشتر نموده با این را در تامین امنیت عضوقواری مملکت سهم مناسب می‌گذارند.